نامه به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و شکایت از خامنه‌ای به خاطر کشتار معترضین. با تقدیم احترام، همانطور که استحضار دارید بعضی از وزرای دولت از جمله وزیر کشور و اطلاعات با نظر مستقیم شخص خامنه‌ای انتخاب می‌شوند و رئیس جمهور در انتخاب یا عزل آنها اختیاری ندارد و گواه آن هم ماجرای عزل وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و مخالفت خامنه‌ای با این کار و خانه‌نشینی 11 روزه احمدی نژاد میباشد. در چنین شرایطی شخص خامنه‌ای مسئول عملکرد وزرای تحمیلی میباشد و باید در مقابل اشتباهات آنها پاسخگو باشد. به استحضار میرساند که وزرای کشور در 36 سال گذشته به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی مجوز برگزاری تجمع اعتراضی ندادند و مردم مجبور شدند بدون اخذ مجوز قانونی تجمعات اعتراضی برپا نمایند و عوامل افراطی و دستهای مرموز در تجمعات مردم نفوذ کرده و اعتراضات مردم را به انحراف و اغتشاش کشاندند و عوامل رژیم هم اعتراضات مردم را سرکوب کردند و در جریان سرکوب اعتراضات سالهای اخیر هزاران معترض توسط عمال رژیم به قتل رسیده یا زخمی شدند و هزاران معترض دیگر نیز بازداشت گردیدند. همان گونه که گفته شد، خامنه‌ای به خاطر تحمیل وزرای کشور به رئیس جمهورها مسئول اشتباهات وزرای فوق می باشد و باید پاسخگوی رفتار آنها باشد. این جانبان امضا کنندگان زیر خامنه‌ای را مسئول مستقیم قتل‌ها و خسارات مادی و معنوی حوادث سالهای 78 و 88 و 96 و 98 و 1401 و 1404 دانسته و خواستار محاکمه و مجازات خامنه‌ای میباشیم. اسامی امضا کنندگان نامه در کانال تلگرامی گفتگوی تحول‌خواهی موجود میباشد.